قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتار 52. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیای میانه در هیئت خلافت عرب از پا افتیدن دولت ساسانیان. تحلیل مفصل منبع‌های خطی عاید به جریان اصطلاح سمرقند به قلم برتولد تعلق دارد. منبع اساسی طبری 3 روایت و حکایت جامعی دارد که از روی چند سرچشمه نوشته شده است. در محاربه های شدید که به عرب ها ضربه هلاکت آور زده شد، مدافع کنندگان شهر قهرمانی بی‌نظیر نشان دادند. پادشاه غورک در یکی از مکتوب‌های خود نوشته است: بسیار سربازان ما کشته و مجروح گردیدند. عسکران پیاده و سواره داشت‌ها عرب‌ها نهایت سیرشمار بودند و ما به آنها مقابلت کرده نمی توانستیم. من در پناه دیوارهای قلعه عقیب نشستم تا که آنجا کمین بگیرم. اهل سوق از محاصره عرب‌ها به جان آمده از پادشاه چاچ، خاقان ترک و یخشید فرغانه کمک خواستند و نوشتند که اگر عرب‌ها بر سوق غلبه کنند نوبت شما خواهد رسید. آن 3 حکمران قرار دادند که به سوق مدد رسانند و دسته جنگاوران سواره را از شاهزادگان و شجاعتمندترین سربازان جوان پادشاهی به آنجا فرستادند. سردار این دسته پسر خاقان بود. از بس که عسکران ترک در این وقت به نزدیکی های سوق قرار گرفته بودند، به مبارزه ضد عرب می توانستند فوراً یاری کنند. محض از همین سبب در سر قوه امدادی پسر خردی خاقان ترک این الخاقان که وظیفه سرفرماندهی قشون غربی ترک را ادا می کرد گذاشته شد. هنوز قوه امدادی در راه بود که قتیبه از واقعه خبردار شده و مقابل آن قشون برگزیده با سرداری برادر خود روانه کرد. عرب‌ها ناگهان شباخون زده دسته اتفاقچیان سغدیان را تارمار کردند. آنها اشراف زاده بودن سربازان این دسته را فهمیده سری کشته شدگان را از تن جدا کردند و نامشان را به گوششان نوشته سرها را به کمربند خود آویخته به قرارگاهشان برگشتند. یکی از عرب‌های اشتراکچی این واقعه نقل می کند: از ما کسی نبود که در کمربند خود سری دشمنی نامدار را نداشته باشد و ما سلاح آری، متاعهای گرانبها، کمربندهای زرین، اسبهای بادپا را غنیمت گرفتیم و قتیبه همه اینها را به خود ما انعام کرد. با همین سغدی ها به شکست رو آوردند. قتیبه به طرف آنها منجنیق راست کرده به تیرپرانی شروع نمود. وی همیشه با آنها زد و خورد می کرد. سربازان بخارایی و خوارزمی طرفدار او که به مقابل سغدی ها بی امان می جنگیدند برایشان نمونه عبرت بودند. همان وقت بود که غورک سخنانی آتشباری گفته قتیبه و همراهانش را به شور و غضب آورد. تو با من با دست برادران من و اهل خاندان من جنگیده ایستاده ای، کنی عرب ها را به مقابل من گذار.
این محاربه و باز یک چند محاربه های دیگر یعقوبی یک چند محاربه های شدید می گوید که دستی عرب ها بالا بود، سغدیان را مجبور کرد به پس دیواری سمرقند پناه برند. در آخرین جنگی خیلی سختی نزد سمرقند سغدیان قریب غلبه کرده بودند، ولی به عرب ها میسر گردید که این محاربه را به فایده خود انجام دهند. محاصره سر شد. خودی غورک چنین تصویر می نماید. آنگاه عرب ها شهر را محاصره کردند. آنها در مقابل دیوار 300 ماشین دیوار شکن گذاشته در 30 جا خندق‌های کلان کردند. نیت آنها نیست و نابود کردن شهر ما و پادشاهی ما بود. ماشین‌های دیوار شکن روز و شب دیوارهای سمرقند را می کوفتند. عرب‌ها یک جای دیوار را سوراخ کردند. سغدی‌ها زود آن را محکم نمودند. سغدی‌ها از کمان تیرخواری کنان گاها بیرون می برآمدند و به محاصره کنندگان تلفات زیاد وارد می آوردند. همین طریقه آنها یک ماهی تمام شهر را مردانوار مدافعه کردند، ولی آخران شهر تسلیم شد. غورک ناعلاج شرطنامه‌ای برای سمرقند نهایت درجه وزنین را امضا کرد. موافق این شرطنامه او می بایست یک باره 2 میلیون درهم، 30,000 غلام کلانسال و گنج بت‌های معبدهای قدیمه را به عرب‌ها سپارد. سپس هر سال 200,000 درهمی به آنها نقدینه پردازد. علاوه بر این موافق شرط پیشکی سمرقندی ها می بایست برای مسلمانان در شهر خود مسجد می ساختند و قوشون سغدی را از سمرقند دور می کردند. به عوض همه این قتیبه غورک را حکمران سمرقند و زمینهای آن و اطراف آن و کیش و نخشد و شهرها و قلعه‌ها تعیین نمود. غورک در عمل وصلی او گردید. قتیبه از ترس شورش سغدی ها در شهر دسته سربازان خود را گذاشت. ولی روح آزادی خواهی مردم سمرقند نشکست. چنانکه یعقوبی خبر می دهد تیر ماه سال 712 مردم سمرقند به مقابل او قایم مقام عرب ها سر برداشت و خاقان پادشاه ترکان هم به او حمله نمود. فقط رسیده آمدن قتیبه با قوه‌های اساسی عرب بهار سال 713 گرنیزان عرب را از شکست ناگزیر نجات داد. در منبع‌های قدیمه ترکی هم دایر به این واقعه ها دلیل و مدرک‌های جالب دقت آورده شده. از روی معلومات آنها سفارت سغدی با سرداری سکام به قرارگاه ترکان می آید. چنانکه از کتیبه کلان به شرف گلتیگین معلوم می گردد جواباً ترک ها به یاری خلق سوخت تا خودی دروازه آهنین بایسونتاوی حاضره حرکت کردند. غیر از این چه نوعی که گیب درست قید می کند اصطلاح سمرقند به تصرف سوخت و مطیع کردن سغدیان آوردن نرساند. اکثر سغدیان حاکمیت عرب ها را اعتراف نکرده آزادانه می زیستند. با وجود این شورش سمرقندی ها بیرحمانه پخش کرده شد. پس از 10 سال جنگ های متصل خونریزانه ماوراء النهر به حاکمیت عالی خلافت تابع کرده شد. ولی به این نگاه نکرده خلق های این سرزمین خود را تماما مطیع حساب نمی کرده. تیر ماه هر سال قتیبه از خوف این مردم آزادی خواه قشون خود را از امودریا گذرانیده در مرو و دیگر شهرهای خراسان جایگیر می نمود و بهاران باز به ماوراء النهر حمله می آورد و هر بار با قوه های تازه می آمد.
زیرا تلفات او در هر دفعه‌ای به این جانب هجوم کردنش خیلی بزرگ بود. اتفاق سوخت، چاچ، فرغانه و ترکان در سالهای 712-713 به مقابل عربها اتفاق خاقان ترک و 3 دولت کلان استقلالیت خود را نگاه داشته سوخت، چاچ و فرغانه برآمد می‌کرد. نزاع‌های بین خودی اشراف سوخت به آن آورده رسانید که دیواشتک تسلیم خورک و از طرف عربها همچون پادشاه سوخت اعتراف شدن او را برای اشتراک خود در مبارزه ضد استیلاکاران عرب فرصت مناسب دریافته، فتوفرنام سفیر خود را به چاچ و ولایت‌های همسایه فرستاد. در کوشک کوه موخ نامه از چاچ ارسال داشته این سفیر محفوظ مانده است که در تصویر بیواسطه وضعیت نهایت مرکب و فاجعه‌ناک آن وقته بهترین حجت است. فتوفرن به دیواشتک خواجه گویان مراجعت کرده می نویسد: خواجه، من به حضور حکمران چاچ رسیدم و من خواجه هم نامه را سپردم و هم آنچه دهانی گفتنی بود یک تنه مانده همه اش را به تودون حاکم چاچ و معاونش عرض کردم و خواجه نامه را به خاقان و نامه را به شاه فرغانه با تتوک فرغانی عنوان به شاه فرغانه فرستادم و خواجه من دیگر راه خود را نمی توانم دوام دهم، زیرا خواجه می گویند که خاقان را دیدن ممکن نیست و خواجه من از تودون و معاونش نامه و جوابهای نامه را گرفتم. ولایت استروشن تمام از دست رفته است و خواجه من یکه و تنهایم، همراه ندارم و خواجه برفتن جرأت نمی کنم و خواجه من به این جهت دوباره به چاچ برگشتم و خواجه من برای این از تو بسیار می ترسم و خواجه تودون موافق عهدنامه صلح با عربها خود را عقیب کشید و خواجه موافق عهدنامه صلح جامرواز و فارسی لشکرکش به پایین رفتند. آوازه هست که برای گرفتن تاوان و برای از عربها دور کردن قشون و خواجه تودون اول با تربند شرطنامه بست صلح کرد و خواجه وی همه زمین ها را هم تو به دست آورد و خواجه از روی آوازه ها معاون و صلح خیلی غمگین است و هم از تو ترسان است که به نزد تو نرفت. در آخر راه معلومات رسانی به دیواشتک یعنی به واسطه کند کانیبادام حاضره و بعد به واسطه اسفره به مسجاه و سپس با وادی زرفشان به قرارگاه دیواشتک رسیدن خبر نشان داده می شود. نام تودون حاکم چاچ از دیگر سرچشمه های خطی نیز معلوم می گردد که ماهیدو توتون بهادر تودون بوده است. لیفشیتز تخمین دارد که در برابر تودون قرارگاهش تربند اتراری حاضره حاکم محلی حکمران چاچ هم بود که در بینکینت نزدیکی چاچ قرارگاه داشت. کلیشتورنی که با دلیل‌های معین تودون و حکمران چاچ را یک شخص می داند با این نقطه نظر مخالف است. خاقان اصلا این الخاقانی ترک می باشد. پادشاه فرغانه هم اتفاقچی این اتفاق بود. با قطار اشتراکچیان اتفاق البته خودی دیواشتک را نیز همراه کردن لازم است. اگر چندی سوخت و خصوصا ناحیه های کوهی سمرقند هنوز کاملا به تحت تصرف عرب ها ندر آمده بودند،
قتیبه ابن مسلم قرار داد که اول بزرگترین اشتراکچیان اتفاق ضد عرب ها، فرغانی ها، چاچی ها و ترک ها ضربه زند. او قوه زیادی جمع کرده با 2 فوج به راه می درآید. یکی از فوج ها که اکثرا از متفقان دسته های از اهالی کیش، نصف و خوارزم تشکیل شده فراهم آمده بود، به طرف چاچ روانه گردید. فوج دیگر به سوی خوجند و فرغانه حرکت نمود. درباره عملیات فوج شمالی معلومات خیلی کم موجود است. وی چاچ را ضبط کرده بسیار محلهای آن را آتش داد. فوج جنوبی که خودی قتیبه سرداری می کرد پس از یک چند زد و خورد خوجند را اشغال کرده به کاسان رسید. در اینجا 2 فوج به هم متحد شدند. از معلومات ابن حوکل و استخری که متاسفانه خیلی اشتباهی است چنین برمی آید که قتیبه در استروشان باز هم نه فقط در قسمت همواری بلکه در محلهای کوهستانی آن نیز عملیات داشته است. معلوماتی نیز موجود است که گویا قتیبه در فرغانه قایم مقام عرب را گذاشته در چاچ و فرغانه محله های عرب نشین ساخته باشد، ولی اساس هایی هستند که درستی این معلومات را زیر شبهه می گذارند. قتیبه غلبه کرده باشد هم مقاومت فرغانی ها و چاچی ها را تماما شکستن نتوانست. معلوماتی که در اخبار فتوفرن موجود است محض به همین معنی دلالت می کند. چنانچه که معلوم است فتوفرن در عین گرماگرمی عملیات جنگی سال 713 فرستاده شده. سال 714 قتیبه باری دیگر به چاچ حمله می آورد. آنجا را به قرارگاه اساسی خود تبدیل داده به طرف اسفجاب سیرم حاضره در نزدیکی چیمکین حرکت می کند. توجه قتیبه را نه آنقدر اهمیت تجارتی این شهر بلکه بیشتر جهت استراتژی آن به خود جلب می نماید. او اسفجاب را ضبط کرده نیت داشت پیش راهی لشکری ترک را که به یاری اتفاقچیان آسیایی میانگی خود می رفت بگیرد. در سری سال 715 قتیبه به فرغانه هجوم کرده به آن ضربه سخت رسانید. پادشاه فرغانه فرار نمود. در همین وقت به تخت خلافت سلیمان نشست که دشمن قتیبه بود. قتیبه بر ضد او اسیان کرد، ولی این اسیان به شکست و مرگ خودی وی انجام یافت. عرب ها فتوحات آسیای میانه را انجام دادند. مرکز ولایت شرقی خود را که خراسان و ماوراء النهر را در بر می گرفت دورتر از بخارا و سمرقند ناآرام مرو مقرر کردند. با موفقیت خلافت در اصطلاح آسیای میانه چی مساعدت نمود؟ سبب اساسی این موفقیت پیش از همه پراکندگی سیاسی مملکت بود که عرب ها این وضعیت را برای منفعت های خود خیلی ماهرانه استفاده برده توانستند. آنها از اولین روزی به ماوراء النهر قدم نهادن خود تمام تدبیرها را پیش بینی کردند تا ولایت های جداگانه آسیای میانه به هم متحد نشوند. این به آنها در حقیقت هم میسر گردید. قتیبه چنین سیاستی را پیش گرفته بود که اولاً به یکی از دولتچه های به هم دیگر دشمن کمک رسانیده طرف مقابل را تار و مار می کرد و سپس خودی آن را نیز مطیع می نمود. اکثر وقت حکومتچه های جداگانه ماوراء النهر به منفعت اصطلاحگران بر ضد یکدیگر مبارزه می بردند. قتیبه برای تسخیر سوخت علاوه بر قشون‌های عرب از قوه‌های حربی خوارزم، بخارا، نصف
و بعدتر از قوه‌های سوخت نیز استفاده نمود. دیگر از سبب‌های موفقیت قشون‌های خلافت در اینجاست که آنها ضدیت‌های بین ترک‌های بادیه‌نشین و اهالی واحه‌های زراعتی آسیای میانه را استفاده برده گاه‌ها موفق می‌شدند آنها را از هم جدا کنند و یکی را به مقابل دیگری برانگیزند. نهایت عرب‌ها از جهت حربی برتریت کلانی داشتند. آنها مملکت‌های زیادی را ضبط نموده، اهالی محلی و واسطه‌های مادی دولت‌های مطیع را برای موفقیت سیاست تجاوزکارانه خود استفاده برده توانستند. خلق‌های آسیای میانه به اصطلاحگران عرب مقاومت خیلی شدید نشان می‌دادند، ولی بارها اتفاق می‌افتاد که حاکمان آنها مثل پادشاهچه‌های خوارزم و سوخت خیانت کرده باعث برباد رفتن آن همه جانفشانی‌های خلق می‌گردیدند. اکثر پادشاهچه‌های محلی نه اینکه به مبارزه عامه خلق برای استقلالیت سرداری کردند، بلکه به وعده‌های عرب‌ها فریفته شده به اصطلاحگران سر اطاعت فرود آوردن را افضل‌تر می‌دانستند. از طرف عرب‌ها ضبط کرده شدن ماوراء النهر دوره دوم. احوال خلق‌های آسیای میانه. عرب‌ها در تمام شهر و دهه‌های بزرگ آسیای میانه قوه‌های حربی خود را گذاشته، با پشتیبانی آنها اهالی محلی را در زیر اطاعت نگاه می‌داشتند و مالیات جمع آوری می‌کردند. حکمرانی خلافت عرب در آسیای میانه بر دوش اهالی باری سنگینی گردیده بود. چنانچه قتیبه در وقت ترک کردن سمرقند پس از اشغال آن و برادری خود که سرداری گرنیزان عرب‌ها بود چنین امر نمود: به هیچ یک بت پرست تا وقتی که مهر به دستش نزنند اجازت ندهید که از دروازه بیرون شود و اگر مهر تا بیرون شدن از شهر خشک گردد او را بکشید و اگر تیغ از او پیدا کنند او را بکشید و اگر شبانگه پس از بستن دروازه کسی را در شهر پیدا کنید وی را بکشید. اجنبیان کشوری ضبط کرده خود را غارت و اهالی آن را به قبول دین نو مجبور کرده، مدنیت و عرف و عادتهای مردمی به زیر اطاعت درآورده اشان را تعقیب می نمودند. آنها به آن همه ثروتی که هنگام اشغال کردن شهرها به دست می درآوردند قانی نشده، از اهالی محلی اندازهای از حد زیاد ستانیده آنان را وادار می کردند که آقایان نوی خود را با غلام، کنیز، چاروا، غله، مصنوعات بافندگی و دیگر مالها اینچنین گرنیزان عربها را با چیزهای ضروری تأمین نمایند. اعیان و اشراف عرب در ولایت‌های ضبط شده بهترین زمین‌های کشت و وسیله‌های آبیاری را به اختیار خود گرفته به شهرها خراج می‌انداختند. قسمتی از جنگاوران عرب در زمین‌های سبز و خرمی از اهالی محلی مصادره کرده خود منزل گرفتند. همان نوع‌های مالیاتی که در زمان ساسانیان بودند در این دوره نیز وجود داشتند. مثلا خراج که نصف حاصل زمین را تشکیل می کرد و جزیه که در اولها فقط از کسان غیر مسلمان گرفته می شد به طور وسیع جاری گردید. علاوه بر این به برزگران و پیشوران اندازهای دیگر عهده‌داری‌های مالی و کارهای اجباری در ساختمان بیناها، پلها و دیوار قلعه‌ها، کافتن رودخانه‌ها و غیره بار کرده می شدند. عرب‌ها کسانی را که از ادای مالیات سرکشی کنند
به جزاهای مدهیش گرفتار می کردند و زمینهای آنها را مصادره می نمودند. در بعضی شهرها چنانچه مرو، سمرقند، بخارا و غیره استیلاکاران عرب نیمه حولی های هر یک اهالی محلی را اشغال کرده بودند. اگرچندی گاها مثلا در بخارا این قبیل مصادره ها با بهانه ضرور بودن نظارتی دائمی بر آنکه اهالی محلی امریه اسلام را چطور به جا آورده ایستادند به عمل می آمد، ولی در اصل این هم یکی از شکل‌های غارت کردن اهالی بود. علل خصوص عرب‌ها پس از صاحب شدن به خانه‌های اقامتی صاحبان سابق حولی‌ها را وادار می‌نمودند که برای آنها کار کنند. خلیفه‌های عرب در کشورهای تابع خود سیاستی به رسمیت در آوردن دین اسلام را جاری می‌کردند. آنها در آسیای میانه نیز می‌خواستند حاکمیت خود را با همین وسیله مستحکم نمایند. در وقتی سر شدن اصطلاح عرب‌ها در آسیای میانه دینی یگانه وجود نداشت. در برابر خیلی وسیع پهن شدن آیین زردشتی در اینجا پیروان مذهب‌های عیسوی، بودایی و مانی هم موجود بودند. عرب‌ها به همه این دین و مذهب‌ها هجوم نموده آنها را کفر اعلان کردند. آنان مخصوصاً بر ضد دین زردشتی که آیین اکثریت اهالی آسیای میانه بود به طور خیلی جدی مبارزه بردند. عرب‌ها برای اینکه هرچه زودتر تأثیر دین و مذهب‌های دیگر را از میان برآورند در همه جا ادبیات دینی مردمان آسیای میانه خصوصاً کتاب‌های زردشتی را سوخته نابود کردند. در نتیجه نه فقط ادبیات دینی بلکه ادبیات دیگر ساحه‌های زندگی خلق‌های ماوراء النهر و در این قطار آثار خطی سغدیان نیز قریب تماماً از میان رفتند. اهالی که دین اسلام را قبول کرده بودند صاحب امتیازهای کلان گردیدند. عرب‌ها در اولهای کار به آنانی که ضروریات دین نو را به جا می آوردند حتی پول می دادند و از آدمانی که آیین اسلام را پیروی نمی کردند هر سال جزیه می گرفتند. این تدبیرات به پهن شدن دین اسلام در آسیای میانه خیلی مساعدت نمود. لیکن با وجود این اکثریت اهالی این سرزمین هرچند دین اسلام را قبول کرده باشند هم مدتی دور و درازی به دین اولی خود به طور پنهانی پیروی می کردند. شما گفتاری 52 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامقулов خواند. کارگردان شیرعلی نظری.